از این بابت قاچاقبران مال و محصولات به جوابگری جنایتی نیز کشیده خواهند شد. تاکنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای مأموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر و الهه ها به کودکس جنایی تاجیکستان فردی که در دومین سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای مأموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایتی کشیده می شود. با اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثر آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه به خصوص قرقیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سامانی وارد شده است. به 71 عامل قاچاق پرونده های مأموری باز شدند.